ساکنان شهر شمال و غربی پشاور پاکستان بر ضد عملیات نظامی نیروهای حکومتی در این منطقه راهپیمایی نمودند، زیرا به قول آنها در جریان نبردها ده‌ها فرد آسایشته به قتل رسیدند. گردآمدگان طلب کردند که همه حادثه‌های مرگ مردم ملکی تحقیق شوند. در همین حال مقامات پاکستان میگویند که هدف از عملیات نظامی به ضرر نمودن جنگجویان خارجی مستقر در این گوشه کشور است. در ارمنستان پلیس یک عده مخالفین امضای سازش نو صادرات گاز روسیه به ارمنستان را بازداشت نمود. ابتدای ماه دکبر نرخ گاز روسیه برای ارمنستان پایین رفت، ولی در مقابل این کشور بخشی اساسی سهمیه‌های کارخانه تأمین کننده گاز با نام ارم راس گازپروم را به روسیه تسلیم کرد. کمیته امور دینی نزد حکومت تاجیکستان ابراز داشته است که درآمد رهبلدهای حاجیان باید مورد اندازه‌ستانی قرار گیرد. یک روز پیش از آن یک عده رهبلدهای حاجیان بر رادیوی آزادی شکایت کرده بودند که آنها از دولت معاش وعده داده شده را دسترس نکردند. فعالان حزب یبلوک مخالف حکومت روسیه بر ضد سانسور در اینترنت در نزد بینای دومه دولتی اعتراضهای فردی تشکیل نمودند. فعلا دومه دولتی علاوه و دیگرگونی‌ها به قانون درباره اطلاع و فناوری‌های اطلاعاتی را بررسی نموده، می‌خواهد به اداره دادستانی حق بستن سایت‌های به فکر این نهاد جنگجوی و همچنان منع جای دادن معلومات درباره راهپیمایی و گردهمایی‌ها را اجازت دهد. فعالان حزب یبلوک میگویند قبول این سند ضربه به آزادی اینترنت است. در اوکراین تشبسکاران اعتراضهای معروف با نام یورومیدان راه را که پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ میبایست از آن عبور کند بستند. به این وسیله آنها میخواستند اعتراضشان بر راهبندی اثنای سفرهای رهبران دولت را ابراز نمایند.